تا حالا به این فکر کردی که چرا بعضی از ویدیوها بازهای میلیونی میگیرن بعضیاشون نه؟ اصلا میدونستی راز میلیون شدن ویدیوها داشتن یه تامنیل یا کاور خوبه؟ میدونستی برای میلیونی شدن یک ویدیو باید حتما ماتریس تامنیل رو رعایت بکنی؟ سلام. واقعیت ماجرا اینه که ما اگر یک محتوای بسیار درجه یک یا حتی بهترین محتوای دنیا رو بسازیم، پشت کاورها یا تامنیل ویدیو ما مخفی شده، پنهان شده و تا زمانی که نتونیم مخاطب رو با یک تامنیل و کاور خوب جذب کنیم و وادار به کلیک بکنیم، نمیتونه محتوای ما رو ببینه. پس باید اینو بپذیریم که خط اول رشد کردن تو یوتیوب داشتن یک تامنیل خوبه، تامنیلی که ماتریس تامنیل درش رعایت شده باشه، روانشناسی پشت تامنیل روش اجرا شده باشه و با یک فونت جذاب یا یک المان خوب با یک رنگبندی وایرال شده بتونیم اون رو روی کانالمون قرار بدیم و بازدیدهای میلیونی بگیریم. توی این ویدیو میپردازیم به ماتریس تامنیل، روانشناسی پشت اون و انتهاش میخوام راجع به این صحبت کنم که اگر از چه رنگ‌هایی استفاده بکنید بازدیدهای بیشتری بگیرید. تو اولین مرحله میپردازیم به روانشناسی پشت تامنیل. روانشناسی پشت تامنیل به ما اینو میگه که هر موضوعی اگر بریم بررسی بکنیم کانال‌های بزرگ و میلیونیش رو، به این نتیجه میرسیم که عمدتاً تامنیل‌های یک شکلی دارن. این چه چیزی رو به ما میرسونه؟ این که مردم تو این حوزه به این المان‌ها، این رنگبندی‌ها و این سبک فونت و تصویر علاقه بیشتری دارن. یه مثال کوچولو بزنم، مثلا در کانال‌های روستایی، آشپزی روستایی مثلا یا آشپزی در طبیعت، اگر به نگاه کنیم 6 7 تا المان خوب داره که تو همه کانال‌های میلیونی این حوزه رعایت شده. یک، وجود یک بازیگر زن با لباس محلی توی تامنیل. 2، حجم بسیار زیاد غذا. 3، داشتن حیوان خونگی و استفاده از اجاق‌ها یا ظروف محلی و اجاق‌های محلی توی تامنیل. 4، بودن عکس در یک فضای باز جنگلی. 5، بودن حیوان خونگی توی ویدیوها. 6، نداشتن فونت. اوکی؟ و 7، عکس واید، یعنی عکس از فاصله دور گرفته شده. اینا المان هایی که در یک کانال آشپزی در طبیعت تو همه کانال‌های میلیونی میبینید و امکان نداره شما یک کانال میلیونی ببینید که این قاعده رعایت نکرده. رعایت این قاعده در روانشناسی پشت تامنیل به ما میگه چی؟ به ما میگه مردمی که علاقه به آشپزی در طبیعت دارن باید این المان ها رو ببینن که جذبش بشن. یعنی باید غذامون زیاد باشه، بازیگرمون زن باشه، حیوان و اینها باشه، فونت نداشته باشه و ما با رسیدن به این دیتا ها میتونیم یک همچین تامنیلی بسازیم که بازی‌های میلیونی بگیره. پس روانشناسی پشت تامنیل یعنی نگاه کردن از دید مخاطب به کاور ویدیوها. حالا ماتریس تامنیل چی میگه؟ ماتریس تامنیل میگه که بایستی بریم کانال‌های رقیب رو بررسی بکنیم و با بررسی کانال‌های بزرگ و پربازدید تو حوزه خودمون به این نتیجه برسیم که فونتمون چی باشه، از چه رنگبندی استفاده بکنیم، المان روی تصویر چیان، بازیگر نقش اصلی زن، مرد، انیمیشن یا بازیگری وجود نداره، المان‌ها چیان، انیمیشنی هستن، سادن یا اصلا المانی نداره و یک مجموعه سوالاتی که با بررسی کانال‌های رقیب میتونیم به دستش بریم و ما واسه تامنیل‌های ویدیوهامون پیادهش بکنیم و شما امکان نداره وارد یک حوزه بشید، از روانشناسی و ماتریس اون حوزه تبعیت نکنید و رشد بکنید. به عنوان کسی که بیش از 30,000 تا دانشجو داشته، میخوام اینو بهتون بگم که همین موضوع آشپزی در طبیعت، من صدها تا دانشجو داشتم که تو این حوزه فعالیت کردن و در ابتدای مسیر رشد نمی‌کردن. وقتی کانال بررسی می‌کردیم مثلا یه سریاشون حجم غذاشون کم بود و به خاطر کم بودن حجم غذا کلیک نمی‌خوردن. یه سریا بازیگر نقش اصلیشون مرد بود، کلیک نمی‌گرفتن. یه سریا به جای اینکه توی طبیعت و محیط سرسبز و برگرانده باز باشن، توی یه کلبه چوبی یا توی یه جای خشک و بی آب و علف بودن، باز هم نمی گرفت. یعنی میخوام بگم هر کدوم از این المان هایی که در ماتریس تامنیل و روانشناسی پشت تامنیل توی کانال های بزرگتر پیدا کردید و روی کانالتون استفادهش نکردین، توقع رشد کردن نداشته باشید.
این 0 تا 100 رسیدن به یک تامنیل کلیک خور میلیونی بود که تو این ویدیو گفتم. اما اون رازی که ابتدای ویدیو گفتم، استفاده از یک سری رنگ هایی که به میلیونی شدن ما کمک بیشتری میکنه. اگر در جریان این موضوع باشید، الگوریتم یوتیوب بر پایه ریاضیات نوشته شده و به طب یک سری از رنگ ها کد هایی دارن که خیلی راحت تر روی الگوریتم سوار میشن. پس اگر از این رنگ هایی که الان میخوام بگم استفاده بکنید، خیلی بیشتر وایرال میشید و ویو های میلیونی میگیرید. بعد از دیدن این ویدیو میتونید برید کلی کانال رو بررسی بکنید که از این رنگ بندی تبعیت کردن و بازی‌های بیشتری گرفتن. 1 رنگ نارنجی هستش، 2 بنفش، 3 خاکستری، 4 آبی و 5 سبز. اگر توی بک‌گراندتون از این 5 تا رنگ استفاده کنید، به تبع بازی‌های بیشتری میگیرید. برید کانال آریا کروکسر، میا پلیس، فرشاد سایلنت و بچه‌ای که بیشتر از رنگ بندی استفاده میکنن بررسی بکنید، ببینید اونایی که این 5 تا رنگ رو گفتم بازدیدشون 5 برابر این چند تا رنگی که میخوام بگم. و اگر از رنگ‌های سفید، مشکی و قرمز استفاده بکنید، به شدت بازدیدتون میاد پایین و اون بازدیدهای میلیونیه رو نمیگیرید. این یه مقایسه ساده است که میتونید با کانال‌هایی که گفتم بررسی بکنید، ببینید اونایی که از این رنگ‌ها استفاده کردن چقدر بازدیدشون بیشتر از رنگ‌های سفید و قرمز و مشکیه. تمام 0 تا 100 چیزی که برای رسیدن به یک ویو میلیونی لازم داشتی تو بخش تامنیل بهتون گفتم. هر سالی راجع به رنگ بندی و ماتریس تامنیل دارین توی کامنت ها ازم بپرسید، کامل بهتون پاسخ